ماه مبارک رمضان چقدر ماه بزرگی هست که همه ما و شما را یعنی شب زنده دار میکند. نگاه کنید که دیگر ماها این خصلت را ندارد، اما این ماه مبارک رمضان است که پیش از بامداد وقتی نماز تهجد ما و شما را بیدار میکند که بخیز اوسری خودت را بکن. یعنی چی؟ برای روزت را محکم کردن چیزی بخور و طهارت کن، 2 رکعت نماز بخوان. چی یک فرصت زیبایی هست که 2 رکعت نماز میخونی با پروردگارت قریب میشوی و هر مناجاتی که داری، هر نیازی که داری نزد پروردگار التجا میکنی، خداوند عزوجل تمام خوبی ها و نعمت هایش را برایت عطا میکنه. حالا ماه مبارک رمضان چقدر از دیگر ماها برتری دارد که یک خیری که در ماه مبارک رمضان می شود برابر به 70 خیر ثوابیت دارد. حالا که پیغمبر خدا گفتن اگر کسی که در این ماه یک خرمای می دهد برای روزدار 70 خرما گویا که داده است، یعنی یک خرما به 70 برابر شد. حالا ثوابش را اگر ضرب زنیم چقدر به 700 می رود، 70 به 700. یعنی ما و شما را خداوند در این ماه قرار داده است که از این نعمت ها و فرصت ها استفاده ببریم. حالا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید ما نقصت من صدقه ما نقصت صدقه من مالی. یعنی پیغمبر میگوید که هیچ صدقه از مال کم نمی‌شود مادامی که در راه خدا خیر میکنی. خب حالا این ماه هست که ما باید یتیمان را بکویم، جستجو کنیم، به اونها خیر کنیم، احسان کنیم و اون نفرهایی که یعنی محتاج هستند، مسکین هستند، کمبغل هستند، در خانه اونها را تک تک کنیم و به اونها چیزی بدهیم. حالا نگاه کنید که وقتی نزدیکی افطار می شود همسایه را نگاه میکنیم، ایش یک طبق از خوراک خانه دیگری می‌دارد، از اون طرف طبق میوه به خانه این همسایه می‌دارد. این نشانه مسلمانی است، این نشانه خیر و احسان هست. زیرا قرآن قصه میکند، میگوید که ولا یحض علی طعام المسکین. مشرکین مکه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین خیلی زندگی میکردند که نه خودشان به فقیر و مسکین و بیچاره طعام میدادند و نه مردم رو تشویق میکردند که طعام بدهید. مشرکین نه تشویق میکردند و نه طعام میدادند، اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پای مبارکشان رو در مدینه منوره گذاشتند. اولین نصیحتشون را چیکار کردند؟ گفتند که ای مردم به فقیر و مسکین و بیچاره طعام بدهید. دین مبین اسلام ما و شما را دستور میدهد که هر چی مالی که داری صدقه کن، از مال تو هیچ چیز کم نمی شود. حالا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که الید العلیا خیر من ید السفلی. دست خیر کننده بهتر از دست خیر گیرنده هست. حالا انسان باید همیشه تلاش کنه که خیر کننده باشد. ماه مبارک رمضان که ماه بسیار پرفیض و پربرکت هست که زکات یکی از رکنهای اسلام می رود، رکنهای 5گانه اسلام هست و هر وقتی که تاجر صاحب کار نصاب زکات که دارد، مبلغی دارد، چقدر به همون آنهایی که محتاج هستند دستگیری میکنند و خصوصا این دهه اخیر رمضان هم آمدند. اگر بسیاری از صاحب کاران انتظار میشوند که یعنی فضیلتی دارد، خب چقدر باید این فرصت ها را از دست ندهند، یعنی چقدر تلاش کنند که حالا که خداوند زنده گردانده است اون نیکی ها را باید انجام بدهند، از این نیکی ها محروم نشوند، از این نیکی ها یعنی خداوند اونها را باید محروم نگرداند. چقدر انسانی دارنده به فقیر و مسکین و بیچاره و بینوا چه خیر احسان کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر اونهایی که صله رحم میکنند، اونهایی که خیر و احسان دارند، اونهایی که مخصوص باز یتیمان را میکابند و مییابند به اونها خیر و احسان میکنند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی کفیل یتیم هست، سرپرست یتیم هست، با یتیم یعنی طعام میدهد، یعنی
یتیم را سرپرستی میکند، با او چی علم و دانش هم میدهد و برایش یعنی شرایط خوب مهیا میکند، ما هر دو در جنت با دو انگشت که نزدیک هست، ما با کفیل یتیم در جنت نزدیک هستیم. شما کوشش کنید که خداوند که شما را دارنده کرده است، اون مسکین و بیچاره و فقیر و یتیمی که یا اون نفرهایی که مسکین هستند، یعنی اونهایی که محتاج هستند، ما باید در این ماه مبارک رمضان اونها را چی خیر و احسان کنیم که این نشانه مسلمانی ما و شما هست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که ما نقص صدقه من مالین، هیچ صدقه از مال کم نمی شود مادامی که اون مال در راه خدا خیر کرده شده است. این چقدر ثواب بیشتر و زیاده هست. اما برادران اهل اسلام، شما نگاه کنید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که اونهایی که در راه خدا خیر میکنن، اونهایی که در راه خدا خرج میکنن، اونهایی که در راه خدا نفقه میدهند، خب بهترین انسان شخصی کسی که در راه خدا خیر میکند که دست چپش چی خبر نمییابد، یعنی خیر میکند که با اون انسانی خیر کرده منت نمیگذارد، یعنی در راه خدا از برای خدا خیر کرده است. ما باید خیر کنیم که از اون امید چی کمک نکنیم، یعنی از برای خدا خیر کردیم دیگر خدا خیر شما را با قبول کردند. حالا که یک خرمایی که ما خیر میکنیم چقدر در این ماه مبارک رمضان ثوابش